با در نظر داشت امکانیت‌های امروزه اقتصادی و ضرورت باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی سپارش می‌دهم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، شاخه‌های علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. موضوع مهلت عمل کننده کارمندان مقامات حفظی حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. اینچنین حد اقل مزد مهلت برای تمام شاخه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به اندازه 1300 تومان در یک ماه مقرر کرده شود. در برابر این با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر اهالی از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه‌های شغل‌طوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های شغل‌طوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم سال 2025 ولی نه کم از 15% از اندازه مقرر شده اشان ایندکساسیون کرده شوند. یعنی 15%. بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور هدف عالی دولت و حکومت مملکت به حساب می رود و در این جهت من بد نیست تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود.